برنامه امروزی ما مختص است به ساخت ساز سیخ گل، آهنچادر، آهنگادر، هنگلارن و تمام وسایل فلزی در افغانستان. و تولیدات ما از سیخ گل، انگلارن، تیایرن و گادر هستند. دو پروگرام داشتیم. یکی افتتاح میلی بزرگ ما بود که تولید سیخ گل را از 8 میلی تا 32 میلی را داریم به ظرفیت 1000 تن شبانه روز. و اینی هم که از خط ریل است. خط ریل براتون بگم خوشبختانه که در افغانستان انشالله در مدت 6 ماه آینده ملت استیل افتخار خود حاصل کردند که تولید خط ریل را بکنند. به نام الله بی‌نیاز و سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز و مهربان. خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشید. خوشحال هستم یک بار دیگر من مسعود محمدی در یکی از برنامه‌های پر افتخار کشور در خدمت شما قرار داریم. برنامه امروزی ما مختص است به ساخت ساز سیخ گل، آهنچادر، آهنگادر، هنگلارن و تمام وسایل فلزی در افغانستان توسط شرکت ذوب آهن ملت استیل. ملت استیل یک نام آشنا و سمبل از آبادی. وطندارای عزیز، ما امروز آمدیم از الف تا به یا به شما برنامه داریم از اینجا، از کار شروع که چگونه اینا کار شروع کردن، از کجا شروع کردن، کدام مراحل طی میکنن تا بتونن سیخ‌هایی را که ما در بازار به خاطر آبادی‌های تعمیرات خود استفاده میکنیم خریداری کنیم. وطندارای عزیز، هوا خیلی داغ است و من در نزدیک کوره که اینجا امی آهنالاتی که داغمه هست ذوب میشه قرار دارم. شما تصاویر از این فابریکه زیبا ببینید، دوباره برمیگردیم با ما باشید. خب وطندارای عزیز، خوشبختانه ما هم در داخل از این فابریکه داخل شدیم. فابریکه ذوب آهن ملت استیل است. یکی از فابریکه های بلند و یکی از فابریکه های نامدار و یکی از فابریکه هایی که میتونه افغان‌ها بالایش افتخار کنه. خب وطندارا تصاویر هم دیدین و ما هم کوشش میکنیم تصاویرهای جذاب از این فابریکه را به شما داشته باشیم. در کنار من خوشبختانه یکی از انجینرهای فنی که در این فابریکه مسئولیت به عهده دارن هستند و ما فعلا در بخشی که قرار داریم اینجا بخش تستینگ یا هم لابراتوارینگ همین مواد را که اینا ساخت و ساز میکنه هست. در کنار من مسئولش قرار داره. سلام و وقتتان بخیر، انشالله که خوب باشین. و علیکم السلام. اولتر از همه سلام و احترامات درود به هموطنان عزیز چی داخل کشور هستن و چی هم خارج هستن. خداوند همیشان در حفظ و امان خود نگاه بکنه. و بعدا شما را خوش آمدید میگم که لطف نمودین با فابریکه ما زحمت کشیدین آمدین. تشکر، بخیر باشین. چون که شما فرمودین ملت استیل یکی از بزرگترین فابریکه تولید آهن در افغانستان است که با تمام معیارها و استانداردهای بین المللی عیار هستند و تولیدات ما از سیخ گل، انگلارن، تیایرن و گادر هستند که گادرها اچ بیم و آی بیم چون در مسلکی اونجا مشهور هستند داریم و تولید ظرفیت ما شبانه روز 1000 تن سیخ یا 1000 تن از تولیدات آینه ما میتونیم که داشته باشیم با کیفیت های استانداردهای جهانی که در روز سلسله از استانداردهای جهانی بین المللی امریکایی ما استفاده میکنیم که ASTM 615 است و دیگه از استانداردهای بین المللی آیزو ما استفاده میکنیم که با وا سرتیفای هم هستیم و دیگه شما چون فابریکه را دیدین تولیدات پروسه تولید اولتر از همه مواد داغمه که از تمام نقاط کشور جمع‌آوری میشه و او را میارن اینجا با ما. بعدا ما او را سورت میکنیم یا براتون بگیم که او را ما تقسیم بندی میکنیم. هر
عنصر یا جسم فلزی که داریم از خود ساختاری داره. همه را ما باز که ساختن کردیم، بعدش میره روی کره آن را ذوب میکنه. وقتی که ذوب شد، ذوب که ما تقریبا 1700 درجه سانتیگراد به او حرارت میتیم تا که ذوب شود. در کل 2 ساعت در بر میگیره تا 12 الی 13 تن مال ذوب شود. وقتی که این ذوب صورت گرفت، بعدش میره به پروسه بعدی. و اینجا براتون بگویم که در همین ذوب ما کیفیت سیخ خود را تعیین میکنیم. یعنی اولین لابراتواری که بالای تولیدات آهنی انجام داده میشه او در ذوب است. تمام عناصر فلزی مشتمله که در او شامل هستند در ذوب در کره، اونجا ما لابراتوار داریم. باز میریم براتون شما میتونید مشاهده بکنین ببینین. او تست میگیره. وقتی که تست گرفت، از اونجا برای ما تمام عناصر فلزی با مقدارش که چی فیصدی چی عناصر در او مشتمل است، از لحاظ کربن، سیلیکون، مگنیزیم، فسفر، سلفر، کروم، کاپر، آلومینیوم، وینادیم، این همه که از او شامل هستند. باز به اساس از نمو عناصر ما را عذاب خود را یا گرید خود تعیین میکنیم. ما میتونیم که گرید 60 یا 75 و یا هم گرید 100 را تولید بکنیم. وقتی که از اونجا پروسه اختتام یافت، ذوب صورت گرفت، کیفیت سیخ تعیین شد، میره به پروسه بعدی. پروسه بعدی شکل دهی است. شکل دهی یا تولید بلیت است. بلیت که است که شما مشاهده میکنید، باز میبینین بلیت های سایزهای 80 میلی، 100 میلی، 125 میلی و 150 میلی داریم. این بلیت ها فقط صرف در جسامت متفاوت هستند، دیگه در کیفیت عینی چیز است. نظر به ظرفیت میلی ما اونمو چیز رو ما تولید میکنیم. 150 میلی فعلا ما استفاده میکنیم و از اونمو شمش جور میشه. وقتی که شمش یا بلیت تولید شد، بعدش بلیت یا شمش میره روی یک کره دیگه که ما پری هیتینگ میگیم. یعنی کره دیگری هست که این بلیت را گرم میکنه، ذوب نمیشه. اینجا صرف گرم میشه تا 1100 درجه سانتیگراد حرارت میگیره، گرم شد. وقتی که او گرم شد، خاصیت ورق کردن را حاصل کردن، بعدش میره روی میل از او هر تولید آینه که ما بخوایم از پیش زود تولید کرده میتونیم. یا چی سیخ باشه، چی انگل آرن باشه، چی ایرن باشه، گاردر باشه، چی که باشه از ما میتونیم تولید بکنیم. بعد از همون که تمام کارش تکمیل شد دیگه شما میتونید همینجا سمپلای کاریتان ماندگی است، میشه که ما رو بریم ببینیم از نزدیک و